دیگر روز دوم ما چکر ما به بامیان دیگه شیشتیم در خیمه خود که اما تو هوا سرد بود. گفتیم یک قهوه نوش جان کنیم، به خاطر که در سردی ها و نوشیدن قهوه یک مزه دیگه داره. بعضی ها میوه خشک میخوردن همراه چای سبز ایلدار، بعضی هم دیگه قهوه. گفتیم قهوه در خستگی باز یک مزه دیگه داره. او جوش تیار در ترموز تیار کرده بودیم، چون جنجال داشت اتاق قدر دور بود، اونم همراه خود پایان آوردیم. و من از یک قهوه کپچینو زیاد خوش دارم که زیاد هم مزه میده. گیلاس های ما چند رنگ بود، هر کس گیلاس خود آورده بود. نصف نفرم گیلاس های یک بار مصرف. گفت کی حال تا اتاق میره؟ گفتم بیا دیگه میخوریم. دی هر جایی که میرفتیم چکر پایین و بالا هم و ظرفا بیاره میورداشتیم، دو دونه گیلاس میده شد دیگه. بر دو نفر گیلاس نبود، از گیلاس های یک بار مصرف استفاده میکرد. و نوش جان ما. گفتیم قهوه را که نوش جان کردیم، باز هوا کم تاریک تر که شد میریم بند امیر، چون وقت فرصت هم میباشه و اجازه رفتن هم میباشه. دور از دلتان مزدار است، البته بود، زیاد مزدار بود. نوش جان ما. میخواستیم که ایموجیگاکا داریش جور کنیم، نشد. نمیفهم چرا وام از ما بدتر خسته تر بود، پس خراب شد. خلاصه گم ناخونکایش چقدر مقبول از دیدین. و من هم گلاس های من نمایش دادم، گفتم از گلاس هم یک ویدیو بگیرم از خیمه. نوش جان من خلاص شد. خسته بودم زیاد و مزه فوق العاده داد. و حالا طرف بند امیر میریم که ببینیم اونجا چی گپاست. هوا رو خب میبینین اما تا صاف و مقبول و قشنگ است، همه جای هم اما تا پاک معلوم میشه. و گوام خودشون صاحبای خودم میشناخت، خانه خودم میشناخت، میرفتن طرف خانه خود. ضرورت نبود که یک نفر همراهشان همراه باشه بره. دیگر بودی، دیگر ناوقت، نزدیکای شام، اما هوا بازم روشن بود، چون روزا دراز شده از او خاطر دیگه. و یه هم اتاقای کرایی بود که اگه کس میخواست بیا بشینه. نصف نفرم طرف بند امیر قدم زده میرفتن، گرچه راه خیلی زیاد دور بود. خب من آدم تنبل دیگه باید در موتر میرفتم، نمیشد. از بند غلامان تا بند امیر یک 15 دقیقه یا 20 دقیقه راست، فکر کنم 20 دقیقه در پیاده رو که میری زیادتر. او خیمگکان به کرایی است که بعض مجارتی هم میاد در اونجا شب خورد تیر میکنه. از او خاطر دیگه گفتم باش از این منطقه که ما میریم تا بند امیره بر شما هم ویدیو بگیرم. کسایی که دور از وطن هستن و ویدیوی مرا میبینن میفهم زیاد دلتنگ بامیان شدن، بخصوص بند امیر. همین کسایی که مسافر است از بیرون از افغانستان میه 100% به بند امیر یک پیره چکر میآیند. و شاید هم بعض کسای زیاد آمده باشه، چی بفهمیم. خودگم بیروبارک نسبت به صبح کمتر بود و قدر زیاد نبود. خب بازم که ما آمدیم خوب بود دیگه. می آمدن مردم می رفتن چکر. جایکای شما خالی و نوش جان ما به ما زیاد خوش گذشت. اگه هر قسم بود بعضی ها خوش نداره. ما تو قدم زده بالا میریم داخل بند. جای شما خالی. به خاطر گفتم بعضی ها بامیان خوش نداره، میگه جای خوب نیست، اما من خوش دارم واقعا بامیان چکر. یک بامیان هر ولایتی که افغانستان به چکر برم هر کدامش یک مقبولی خاص خود داره. بامیان هم یکی از ولایتی است که مقبولی های خود داره. هر ولایت افغانستان که همه تا مقبول است. و اینجا ما آمدیم به دوکاکینه که همگیش خانما بود، دختر خانما. البته بعضی هاشم خانمای عروسی کردگی همراه شوهرایشان، البته همسرشان. میبخشین.
و از چیزایی که دزدوزی است اینجا زیاد خوش دارم، زیاد خوشم میاد. مرا زیاد خوشم میاد که بگیرم. بامیان همیشه که میام بخصوص زی بازارش که میام حتما من یک چیزی میگیرم. اگه به خودم نگیرم به زهرا جان و محمد جان 100% میگیرم. ببینین این چیزای دزدوزیش چقدر مقبول است. میبخشین زبانم از دیگه گوشتیست، گپا پایین و بالا میشه. و من در اینجا به زهراگک یگان لاکت گرفتم امرای دزبند که زیاد خوشش آمد. گفتم بان خودش انتخاب کنه. من زیاد دسکولایش خوش کردم اما قیمتهایش زیاد بالا بود. خب گرفتم یک دانه به خاطر ازی که یعنی واقعا دزدوزی کار مشکل است و خیلی هم زمان گیر است، جنجال داره. ماشینی که از آسان و زود دوخته میشه اما دزدوزی کمک کارش مشکل است. یک دیگه کار خوش کرده بودم. گفتم به من از یک دیگه کار بگی. خانه گرفت گفت کلان زن هستی تو میخوای از این گودیا بگیری؟ و زهرا گفتم بله من از این گودیگکا خوش دارم. گفت کلان دختر هستی نگی بعد از این کوشکارم زیاد مقبول بافته بودن. امرای دست زیاد خوبش بود و ای هم یک چیزی بود که مثل منظره ورده چیز دیکوری بود در دیوال بند میشد. خب من از کلش خوش داشتم ویدیو بگیرم گرفتم. این تربوز چقدر مقبول جور کردن، رنگش هم می رقم بود، خوشم آمد. داخلش نمیفهم چی مانده بود، فکر کنم کاک و یک چیز مانده بود. نام خدا ماشاءالله به دستای با هنرشان مقبولشان که قدر زحمت زیاد کشیده بودن. واقعا هم از بعض جاهای دیگه ویدیو نگرفتم چون اجازه ندادن و اجازه نداشتن. با وجود که از چهرهشان ویدیو نگرفتیم خب بازم بعضی کسایشان خوش نداشت از لوازم اینایشان ما ویدیو بگیرم. ببینین چقدر چیزای قشنگ است. و این هم دکان عطاریش بود که بعضیات چیزا اینجا دوا موجود بود. خب من ضرورت نداشتم. و الا که ما داخل بند آمدیم. ببینین چی منظره مقبول و قشنگ است. از این منظره من دیگه واقعا لذت میبرم. صدای او از 4 طرف و هوا ما تو سرد خنک آدم میشه میلرزیدیم از دست خنک. با وجودی که کورتی پوشیده بودیم دیگرها جمپر مرده پوشیده بود اما خنک فوق العاده زیاد بود. ببینین همه جای عوض. چند سال پیش که آمده بودیم اوش خیلی زیاد بود، حال اینجا او کم شده. خب بازم شکر الحمدلله به هر حالش. و ای که دیگه میبینین دیگه از مقبولیاش از ای دیگه یک جای است که بسیار قدیمی است ام بعض جایش و همگی دیگه از این منظره مقبول دیدن میکرد و لذت میبرد. جایکایتان خالی بازم خود بگوی چقدر تو میگی در ویدیوهایتان جایتان خالی. خب واقعا در جایهای مقبول که میرم جای کسایی که مسافر هستن و دوستایم دور است از من جایتان خالی خالی. ما هم دیگه قدم قدم زده بالا می رفتیم و این هم از گلای لاله قشنگ و مقبول که خواستم از اینا هم یک ویدیو بگیرم. قدر مقبول هم تو همه جا را گل لاله گرفته بود. قی بلند بود، ما در پایین بودیم بیخی خورترک معلوم می شدیم. باور کنین همه تو قدم زده طرف بند روان بودیم و همگی در 4 طرف دیگه عکس میگرفتن ویدیو میگرفتن. این بچه هم رفیق خود در سر شانه خود تا بند بالا میبرد، حتما انرژی کامل نداشت و اونجا همگی شیشته بود، چای میخوردن، نوش جان میکردن و از این فضای مقبول لذت میبردن و ما هم دیگه آهسته آهسته بالاتر و بالاتر میرفتیم و نفسهای ما میسوخت. بیخی هم تو گلون مرا سوخت گرفته بود به خاطر که ما زیاد پیاده روی نکردیم نمیکنم. از او خاطر کمک که در بلندی را میریم دیگه نفسم میسوزه و بالاخره نزدیک به بند شدیم. همگی مصروف
کار خود بود دیگه. عکس میگرفت، یکی ده کشتی میشیشت دیگه، دیگران میرفت نصف نفر خانه و ما هم نو که دیگه آمده بودیم و معزه و از اینجا واقعا میترسم. هیچ وقت در کشتی از اینجا من نمیخوایم بشینم، به خاطر که میترسم خیلی زیاد عمیق است اینجا. واقعا جای ترس. آفرین کسایی که میشینن و جرأت دارن میتونن در کشتی ها بشینن، آفرینشان. من نمیتونم. خلاصه گپ کسایی که میتونه دل و جرأتش دارن، خوشا به حالشان. باور کنین بعضی کسا در بند آبازی میکنه، واقعا خطرناک است. نکنین لطفا. خانواده‌تون داغدار نسازین، جگرخون نسازین. خیلی زیاد سخت است، واقعا زیاد سخت است. باور کنیم کسایی که آبازی میکنه دل و جگر ما زیاد آمون باشه. و از دست سردی زیاد گفتیم بریم یک قهوه بگیریم که کم گرم شویم. اقدر باور کنیم این قهوه یادی در بیرون هم است اینجا زیاد قیمت. خب بر صورتش ما مجبور بودیم که گفتم خانه کم میشه، چون بالا پوش ما نازک بود، از او خاطر بابا گفتم باید یک چیز گرم بخورم که گرم شوم. و دیگه برادرمون به ما قهوه جور میکرد. باش نوش جان کنیم، کم گرم بیایم چون هوا خیلی زیاد سرد است. خب بگو مجبور نبودی که بیایی. و بالاخره ما هم دیگه از بند پایان شدیم. ناوقت شب است، میریم پس طرف اتاقا. این کراچی بود که تا امون جایی که موترایم استاد بود می برد دیگه، چون زیاد را طولانی بود. زهرا جان و محمد جان هم خسته شده بود از خاطر. باز دیگه گفتیم باش، هم کار از اینا شوه، هم ما رو تا اونجا اینا رو تا اونجا برسن، چون زیاد خوش داشتن. و اینجا هم کم سودا کار داشتیم، نان خوش که بگیریم. یک بازارش است که در نزدیک بند امیر است. ما خو البته در بند غلامان هستیم، چون اتاقایی که در نزدیک بند امیر است زیاد خوبش نیست از هر لحاظ. و به شام مینی چیز است، روش پخته کردیم. البته من پخته نکردم، مردا پخته کردن ای بار. خب نامش دیگه اونم چیزی که گفتم است به یک چند ثانیه فراموشم شد. از قوارش مزدار معلومش، البته مزدار بود. نوش جان ما دور از دل شما. دیگه که مردا کنه 100% مزه میده. نمیفهم چرا خانما قدر زحمت اینا میکشن، بازم ببینید دیگه مردا از خانما کنه مزه دارتر است. نمیفهم چرا. و من هم قدر دلم نمیشد، چون زیاد گشنه نبودم، سیر بودم. از خاطر دیگه کم نوش جان کردم. فقط من کچالو را خوردم، گوشت و قدر علاقه راش ندارم. و از اونجام که نان خوردیم گفت بریم که شب آخر از بشینیم آتش روشن کنیم. اینجام دیگه آتش روشن کردیم. صدای او و ای ترقص صدای چوبا یک کیف دیگه داشت، یک آرامش دیگه بازم میداد. و آسمانم دیگه خودتون میبینین هوا تاریک. خیمای ما نزدیک همون جایی که آتش روشن کردیم مانده بودیم دیگه. گفتیم بشینیم دور هم قصه کنیم و زیادم خوش گذشت. خداوند همگی را با دوستا و فامیل و عزیزایش خوش و آرام داشته باشین و خوشی های فراوان نصیبشان کنه، که بازم همت ما دیگه نصیبمون کنه که باز دوباره باز زندگی بود چکر بیایم و هم دوره هم بشینیم. و میفهمین چرا یاتش در تشت مادیم، چون اونجا زمین سبزه داشت. از او خاطر پس منصرف شیم گفتیم در تشت میمونیم، چون طبیعت از خراب میشه. و باز در این ماندیم روشن کردیم. کار ما جنجالی شد. ویدیو را تا آخر تماشا بکنین، لایک و شیر سابسکرایب فراموش نکنین و از خواهر خود حمایت کنین. تا ویدیوی بعدی خداحافظتان، شب و روز خوش براتان میخوایم. همت مثل ما وار زندگیتان پر از خوشی ها باشه و خوشی های بی پایان نصیبتان شد. و من در اینجا گفتم دی فضای مقبول که نوشابه نوش جان کنم دیگه یک کیف دیگه داره. خب خداحافظ.